توی این ویدیو قصد دارم در مورد نمودار DFT سطح 0 پروژه تحلیل تعامل بین مؤلفه‌ها و شناسایی نقاط بحرانی با مدل قیف وابستگی صحبت بکنم. توی این نمودار 3 بازیگر اصلی وجود داره: معمار نرم افزار، توسعه دهنده و مدیر پروژه رو داریم. معمار نرم افزار در واقع اطلاعات مربوط به مؤلفه‌ها و وابستگی‌های اونها رو وارد سیستم میکنه و سیستم این اطلاعات رو دریافت میکنه و فرایند تحلیل وابستگی و شناسایی نقاط بحرانی رو انجام میده. بعد از پایان تحلیلش خروجی که شامل گزارش ریسک و شاخص‌های تصمیم‌گیری و هشدار و اصلاحات پیشنهادی در واقع معماری رو تولید میکنه و اون رو در اختیار توسعه دهنده و مدیر پروژه قرار میده. گزارش ریسک و شاخص‌های تصمیم‌گیری به مدیر پروژه تحویل داده میشه و هشدارها و اصلاحات پیشنهادی رو هم به توسعه دهنده. توسعه دهنده این اصلاحات رو در واقع این پیشنهادها رو برای اصلاح معماری استفاده میکنه و مدیر پروژه هم برای تصمیم گیری این گزارش ها رو مشاهده میکنه. ما باید دقت کنیم که توی DFT سطح 0 هنوز جزئیات فرآیندها یا بانک های اطلاعاتی نمایش داده نمیشن و فقط یک دید کلی از سیستم ارائه میشه.